دوستان ما امروز به چوک کابل آمدیم و قرار است که اینجا یک مارکت خیلی بزرگ ساخته شد. سنگا باز از خود افغانستان است یا از بیرون؟ نه از خود افغانستان است الحمدلله. از خود افغانستان. کدام ولایت است اینا؟ معلومات دارید؟ از خود کابل است. رفتم ایران، بعد اونجا یک سال دو سال کار کردم، یاد گرفتم، باز آمدم اینجا شروع کردم. بعد از آمد اینجا خاصی که بر مردم خدمت. باید افغانستان سرمایه‌گذاری کنه. انشالله افغانستان ما انشالله دیگه خوب شده، آرامی شده. قبلا جنگا و چیزا نیست دیگه. فعلا بیا سرمایه‌گذاری کنه به تو پایین. به نام خالق یکتا و تماما هموطنان عزیز دوست داشتنی، سلام وقتتان بخیر. امیدوار هستم که خوب صحتمند و سرحال باشید. به یکی دیگر از برنامه هدف ویدیو با من امید بکتاش خوش آمدید دوستان ما امروز به چوک کابل آمدیم و قرار است که اینجا یک مارکت خیلی بزرگ ساخته شود. خواستیم که از اینجا گزارش معقول براتون تقدیم می‌کنیم. و قسمی که می‌بینید کار سنگفرش پیشوری مارکت هم جریان داره. خواستیم بیاین با اینها کمی صحبت داشته باشیم. برای تا آخر برنامه هم بکنید دوستان. سلام، خوب هستین؟ سلام، خوب هستی؟ بخیر هستی؟ تشکر، سلامت باشین. نامک مقبول چی است؟ جمعه خان. جمعه خان. چقدر وقت است که آمدید اینجا مصروف کار هستی؟ کار تقریبا یک 5 ماه چیزا میشه. خب 5 ماه میشه. از اول مارکت خودت بودی یا واس پسانا آمدی؟ نه از اول مارکت. از اول مارکت. کار خودت دیگه سنگشانی است. چطور از باز از کار؟ سنگشانی که شروعش ما آمدیم. بله الحمدلله خوب است. این سنگا باز از خود افغانستان است یا از بیرون؟ نه از خود افغانستان است الحمدلله. از خود افغانستان. کدام ولایت است اینا؟ معلومات دارید؟ از خود کابل است. خب بسیار خوب. در کابل ساخته میشه. زیاتر جای وقتی چیزا را کار میکنن، نه مثلا خشت اینا را کار میکنن، همراهش سمت یا همراه ریگ گرد میکنن. نه شما ریگ خالی را انداختینی کدام فایده داره برایش؟ دلیلش چی است تمام ریگ کار میکنه؟ این ریگ که میبینی اینجا که گرد کردیم، قدازی سیمنت زدیم. ها سمت میسنید؟ بازی صفر زیادتر نمیشه، کمتر میشه. این با او کاشی که ملات تر میشه، او قایم میایه. او قایم تر میایه. یم قایم میایه چون این خیلی وزن زیاد داره. این نمی تو کار میشه. بسیار خوب. این باز به مرور زمان وقتی آب میگیری اینا باز خود قایم تر میشه. باران چیزا کنه ما میگیریم بازی بسیار قایم میشه. این سنگا باز چطور است مقاومتش؟ زود خیلی بس جا را جاده ها را وقتی سنگ فرش کردن نه ببینی باز 2 ماه بعد 3 ماه بعد زود میده میشه اونا. نه اینا باز چطور؟ یا میده نمیشه به شرطی که امی زمستان خونکی زیاد میشه. امی خونکی یک ذره یار خراب میکنه. زمستان یعنی اصل مشکل است و زمستان است. فقط یک خراب میکنه دیگه این میده نمیشه. برو خوب است کار از زیر بار شروع کردیم. آره دیگه الحمدلله. ما از مای خود شروع کردیم دیگه کارا را. بخیر سلامت باشید. زنده باشید. پارسال هم ترما شروع کردیم، اول میزان هم چیزا بود. فقط کار خود سنگ فرش کردن از دیگه بعد کارش فقط در همین کار ما میکنیم دیگه. اینا خوب از دوستان داره باز اینجا براتون خوردنی یا این چیزا زیاد است الحمدلله اینجا. بخیر سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر از خودت. سلامت باشید. سلام، خوب هستین؟ سلام علیکم، خوب هستی؟ بخیر؟ تشکر، سلامت باشین. نام مقبول چی است رفیق؟ امیرشاه هستم. امیرشاه جان، چطور هستی که کاروبار؟ والله خدا رو شکر. زیاد خسته نمیشی؟ خسته خامخا کار است دیگه، کار خستگی کم کم. کارا باز خوب است سنگچنی بیاد دیگه. شاید قدری که کارگر خسته میشه کارا شاید نسبت به کارگری ساده آدم یک کمی بهتر است. چقدر وقت است که در این بخش کار میکنی مسلک پیش گرفتی؟ من مدت 13-14 سالی نو میشه. ماشاءالله. در خود افغانستان باز رفتم ایران، بعد اونجا یک سال دو سال کار کردم، یاد گرفتم، باز آمدم اینجا شروع کردم. بعد از آمد اینجا خاصی که بر مردم خدمت. چطور از باز از این کارت راضی هستی؟ والله خدا رو شکر، بد نیست.
زیاد بد نیست. بخیر و سلامت باشی بدر. باشی. کدام پیام حرف گفتنی اگر داشته باشی بر فامیل اینجاست یا باز وطن هستن؟ فامیل همین جاست دشت برچی است. خب بسیار خوب. اگر کدام پیام حرف گفتنی داشته باشی بر والا مردم سلامتی فامیل. جانجاری کلگی رو میخوایم دیگه کدام گفتنی خاصی نداره. خیر سلامت باشی مزاحم کارت نمیشی. سلامت خودت باشی. کار دار. تشکر. بخیر باشی. خب دوستا با اینا صحبت کردیم در مورد سنگ فرش ها و اینا. حالا چه خوب است که بریم به داخل مارکت و با مسئول مارکت کمی در مورد این مارکت صحبت بکنیم. ما را همراهی کنین دوستا. خب دوستا در کنار یکی از دوستایی هستیم که بیشتر برای ما در مورد از این مارکت معلومات میده و بیشتر از زبان خودشان میشنویم که این مارکت چقدر وقت شد کارش جریان داره تا چقدر وقت خلاص میشه و در چند منزل قرار است که اعمار شود. سلام خوب هستین؟ سلام خوب هستین بخیر. تشکر سلامت باشین. اول میشه بر دوستا یک معرفی بکنی خودت؟ اسم مومن محمدی ولایت لاغر. بسیار خوب مامور جان. چقدر وقت است که کار ساخت ساز همین ساختمان شروع شده؟ ساخت سازش خود دیگه 6 ماه میشه شروع شده. پیش از اون اسکلت بود. یک اسکلت باقی مانده بود، فعلا دیگه ساخت سازش شروع شده. یک 6 ماه شد شروع شده. قرار هست که در چند منزل اعمار شود؟ قرار است که 9 منزل ما شد بخیر ان شاء الله. چند منزلش تاکوی چند منزلش بالا میره؟ 2 منزل تاکاوی است، دیگه 7 منزل بالا میره. بسیار خوب بسیار خوب. در این مارکت زمینی کاری بر چقدر مردم بر چقدر نفر مساعد شده است؟ چند نفر اینجا کارگر هست کار میکنن؟ کارگر حدود 50-40 نفر است دیگه. بسیار خوب بسیار خوب. تقریبا بر 50 نفر دیگه اینجا زمینی کاری مساعد شده است. بیشتر تجارا هستن دل نمیکنن بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنن نه؟ و اگر این کارا بکنن نمیره هر کدامشان بر 50 نفر 60 نفر زمینی کاری را مساعد بسازه دیگه است که بیکاری در کل از بین اگر در عموم از بین نره یک تعدادی میشه که مثلا مردم صاحب کار شوند یک اندازه بیکاری را از بین میبرن. گفتنی برای این تجارایی که نمیان سرمایه گذاری نمیکنن چی هست گفتنی خودت برشون؟ والا گفتنی ما است که تجارا که قبلا از خارج از افغانستان هستند بیاید افغانستان سرمایه گذاری کنه. انشالله افغانستان ما انشالله دیگه خوب شده آرامی شده. قبلا جنگا و چیزا نیست دیگه. فعلا بیاید سرمایه گذاری کنه به تو پیام ما بینمی هست انشالله. افغانستان رو به پیشرفت هست اینا بیان دیگه پیشرفت و ترقی بتن براش. یک کمکی در مورد سهولت‌های این مارکت میشه برای دوستای ما بگی کدام سهولت‌ها نداره؟ سهولت‌ها دیگه داره، لفت داره دیگه. جان دیگه چی میشه خدا. خوب است یک سهولت فکر میکنیم همین نور اندازهای چیز است که بیشتر بر روشنی از کمک میکنه. جان بیشتر اجرا را به جور کرده از خاطر روشنی تاکا و منزل‌های بالا روشنایی سویتن. بسیار خوب بسیار خوب. پارکینگ هم داره این ساختمان؟ نه خیر پارکینگ خود نداره دیگه. برای یک چیز خوبی را دوستا ما متوجه شدیم به جای پارکینگ باز یک پارک تفریحی بسیار مقبول را برای جان یک پارک بسیار مقبول. یک پارک تفریحی را دم پیش روی مارکت یک تا خوبش جور کرده برایش. بسیار خوب. در مورد سیستم برقش یکم میشه بر دوستا بگی سیستم برقش چگونه؟ فعلا برقش خو جانتری و سولاریست. برقای عمومی را تا نوز وصل نکرده. بسیار خوب. هم از سولار اینجا به خاطر برق استفاده میکنن هم جنراتور و در کنارش برق دولتی هم هست که اگر برق دولتی نبود میشه از سولار از جنراتور استفاده بکنه. جان. بسیار خوب. اینجا تنها یک مرکز تجارتی هست یا در منزل 8 و 9 رهایشی هم هست میتونه مردم مثلا اتاق را بگیره بیا زندگی بکنه؟ نه خیر فقط با منزل تجارتی است. یک ساحه تجارتی است. یعنی رهایشی نیست تمام در کل یک مرکز تجارتی هست. جان مرکز تجارتی است. بخیر سلامت باشین. خیلی ممنون. خب دوستان عزیزی بود گزارش امروز ما که از چوک کابل براتون تقدیم کردیم. امیدوار هستم که مورد پسند شما قرار گرفته باشد. شما هم چنل که بعد ویدیو رو سابسکرایب بکنین، گزینه زنگوله رو فشار بدین و اگر کدام پیشنهاد انتقاد یا نظریه دارین میتونین که پای کامنت برای ما بنویسید. تا برنامه بعد که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم. شما را وقت من در کامنت سپارم. شب و روزتان خوش. خدا نگهدار.